آرامی و آسودگی در منطقه های نزد مرزی تاجیکستان و قرقیزستان. مثل پیشینه حربیان و پلیس به نظر نمی رسند. این آرامی امید را به صلح استوار قوی تر کرده است. امیدواریم ما که همین که تیج آرامی باشه نمیشه. همین صلح استوار شود و فقط فصل بلند نمیشه به خدمت کرده ما به منظورمون بشه. چندی از همصحبتان رادیوی آزادی از دهه‌های سامانیان و خواجه اعلی میگویند که در پی مذاکرات پی در پی مقامات دو کشور معامله همسایه ها نیز گرمتر شده است. باز همین ساکنان همشون وقتی که ما از این راه گذشته میبینیم سلام میتین. اصلا خصوصا اوناش که همین کودکای بچهای مایده السلام علیکم گفته گذشته برفتوسن. این برای ما یک پیشروی این بود مونده لیکن سالها اینها برخوردن که با اینها اومدن و ما انتظار چی؟ صلح، وحدت، یکدیگر فهمی. از جنگ یگان کس بهره نبرده است، یگان چیز سبز نشده است. خیلی سلام علیکم. همه کوچه چه همسایه من خیلی سرحدم زندگی میکنن. خیلی سلام علیکم و های ما خدا درگاه خدا امید می‌داریم که همین با خوبی به تیزتر حل شود و همه خلق زندگیش با پیشینه باین دو دیگر که تینجا آرومه که حل شود و مراسا کنند. باشندگان جماعت خستیورز ناحیه باوجان غفورов میگویند هر روز گوش به زنگند که از پیشرفت گفت و شنید نوید گیرند. به گفته آنها امیدوارند که کار هیئت‌های دو دولت زودتر به انجام رسد و مرزها باز گردند. زیرا از دوران بیماری همهگیری کووید تا حال تجارت نزد مرزی از بین رفته وضع اقتصادی مردم بد شده است. خیلی اونجا برامون زمیناش کار میکردن خلقا همین زمین نیست وایکو بسکو برامون کار کنه میتونه مالش میخرید خوشاب میفرومد همین خیلی بود. بازار ما میفروندن نه بازار ما خرید میکردن. ما هم رفتم من اواها سوزشواری مثال یا خیلی چیزهای میگفتیم مغازین های خیلی یکم خیلی فرقتش نیست مونده هم های و هنده هم هایو همین که اگه سر این واحد 10 درم 20 درم ارزان تر اما یعنی ما سر قیمت تر مثال همین خیلی دیگه فرقیتش همین روید یک سامان برود میرد نرود نه لکن همین کومور هایمی چیکی نباشد همینجا گرام می آمدن من همین پیشی همین چایخانه گرام می آمدن همونجا هم خرید میکرد میدرمدیم میگفتیم و های هم مثال این نقصه زمستان بده حاضر در حقیقت حاضر همین خنک میشد این باور کنید مشکل کومور وحشی نیست گرام آمده هم نمیتواند. این امیدواری ساکنان مرزی هم در حالی است که مقامات تاجیکستان و قرقیزستان از سازش بنیادی و اصولی در حل مشکل سخن میگویند. نبود جزئیات تخمین‌های را به میان می‌آورد. جانب‌ها پیش از همه به موافقه آمدند که از نقطه کدام نظر عمل کنند. یعنی یک نقطه را یافتند که از همون هر دو جانب یک خیل مناسبت کنند. من گمان دارم که از دعواها پیش از همه هر دو جانب دست کشیدند. هر دو جانب خیلی خوب درک نمودند که دعوا پیشنهاد کردن این یک کوچه بی‌سر و نوگ است. هیچ وقت با راه آسایشته حل نخواهد شد. مرز بیشتر از 900 کیلومتری تاجیکستان و قرقیزستان که تقریباً 300 کیلومترش تا حال تعیین و علامتگذاری نشده است، سالهاست که به تکرار شاهد نزاع میان ساکنان و نظامیان دو طرف می شود. مردم دو سوی مرز برای آب و زمین و چراگاه بارها با هم جنگ و مناقشه کردند و همیشه یکدیگر را در سر زدن حادثه ها گناهکار می کنند. در دو نزاع خونین که ماه اپریل سال 2021 و سپتامبر 2022 رخ داد، از هر دو طرف ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند. آرامی که اکنون ادامه دارد نشان می‌دهد که نزاع‌ها ساخته و صنعی بودند و ساکنان مناطق مرزی تنها آرامی و امنیت را می‌خواهند. فرزان محمدی، رادیوی آزادی از منطقه‌های نزد مرزی تاجیکستان و قرقیزستان.